4 تا ماده غذایی بی‌نظیر واسه شمایی که درگیر بیماری پسوریازیس هستی که خیلی محشره. اول از همه این ویدیو رو سیو بکن چون مطمئنم تو شلوغی اینستا یادت میره گمش میکنی. اولین ماده غذایی که خیلی عالیه واسه پسوریازیس زردچوبه هست، به خاطر اینکه کرکمین داخلشه، خواص ضد التهابی داره و میتونه به بهبود بیماری پسوریازیس و ضایعاتت خیلی کمک کنه. دومین مورد روغن زیتونه، به خاطر اینکه خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی بالایی داره. توی پخت و پز روی سالادت میتونی ازش استفاده کنی، خیلی به بهبودت کمک میکنه. سومین مورد سبزیجات برگدار مثل اسفناج که میتونی توی سالاد، املت یا توی غذاها ازش استفاده کنی. فوق‌العاده میتونه به کاهش التهابات پسوریازیست کمک بکنه. حتما توی برنامه غذاییت ازش استفاده کن. و چهارمیش استفاده از ماهی توی برنامه غذاییته. ماهی به خاطر امگا 3 فراوانی که داره میتونه به کم شدن التهابات پوستی کمک بکنه. التهاب مفاصلت هم خیلی کمتر میکنه و میتونه سیستم ایمنی بدنت رو هم خیلی تقویت بکنه. حتما توی برنامه غذاییت از این 4 تا استفاده بکن. اگه از این ویدیو خوشت اومد هم 3 تا قلب قرمز برای حمایت از ما توی کامنت ها بذار.